بریونی هندی سیتو آوردم که فقط کافیه یک بار درست کنی. از خوشمزگیش اصلا گپش نی. اول کاری مرغا مزه دار میکنیم با ادویه و پوره تماتو و سیر و پیاز داغ و ماست و گشنیز و آب لیموی تازه. مینیم 2-3 ساعت تو یخچال خوب اینا مزه دارایید. بعد که مرغامون مزه دارایی یه پیاز داغ آبادی درست میکنیم. مرغی که مزه دارایی بهش اضافه میکنیم. با هم دیگه خوب مخلوط میکنیم و در پتیل میبندیم تا حدود 1 ساعت با شعله ملایم کامل پخت بید. میشیم سراغ برنجمو با ادویه معطر مینیم پخت بید. آبکش که امو کرد یه لایه برنج یه لایه مواد بریونی میریزیم و زعفرونم میریزیم رو برنجا و یه عالم گشنیز و پیاز داغ. حالا مینیم تا حسابی دم بکشه. اگه دلتون خواست یکی میام بادام هندی تفت اینو بریزین رو برنجا. اینجا دیگه بریونی ما آمادن. عطر و بوش نگم سی تو شما هم درست کنی و نوش جونتو.